غذا امروز مردونه بود، خبر داشتی؟ یه چیزی گفتم به دل نگیرو. زهرا کتون خوبم نباشه بگو به به. سلام، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای من خیلی خیلی خوش اومدین. امروز قراره واسه شام قرمه سبزی درست کنم. بعد زهرا گفته من میخوام درست کنم. امروز میخوام با لوبیا چشم بلبلی یه قرمه سبزی تبریزی رو کنار شما عزیزان به اشتراک بذاریم. بریم که این ویدیو رو هم کنار شما خوبان داشته باشیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. خب مواد لازم برای قرمه سبزی: سبزی خرد شده که شامل تره و جعفری و شنبلیله هست. بعد گوشتی که از قبل پختم آماده شده، یه عدد پیاز رنده شده بزرگ، بعد یک کاسه متوسطم لوبیای پخته شده، بعد 3 عدد لیمو عمانی و ادویه قرمه سبزی، فلفل سیاه، یکم میخوام بهش پودر سیر بزنم با زردچوبه. منتظرم که زهرا بیاد بریم کارامونو شروع کنیم. خسته نباشی خانم. سلام. مرسی. شما خسته؟ منتظرم زهرا بیاد تا شام بذاره. گفته من میخوام بپزم. خانم زهرا لازم نیست. چرا؟ امشب شام من درست میکنم. خانم باید عادت کنیم. زهرا این روز از فردا چه نیست. فردا میری سر زندگی. حوض کرده که زهرا درست کنه. نه خودم درست میکنم. ببین یه چیز بگم خانم. از این به بعد دیگه بچه هم رفتن. از این به بعد املت و نیمرو اینا رو من درست میکنم. غذاهای تخصص شما ویلکام زهرا و اله بیا با هم. حالا این تخصصیه، میخوای چیکار کنی؟ یه کارش میکنم، نترس. یه کارش میکنم، حتما یه کارش میکنم. پس بریم شروع کنیم. آره نترس. دستت در نکنه. مرسی که هستی. مرسی خانم. یه چیز بگم بچه ها نشنون. بیا بالای سر من ها. شب 3 میشه. نه میگم شب 3 میشه ها. یعنی چی؟ بیا بگو. باشه حالا گاز روشن کن. یه چیزی گفتم. نه میتونی انجام بدی. تو میتونی. یه چیزی گفتم ولی کاری کن که دیگه شب دیگه بچه. ببین خانم چقدر خوبه این. بابا من علچه گفتم بیان. نه بریز. خب کافی. خانم من حساب نکن ها. باید یاد بگیری یه بهرام. آره. شاید فردا من رفتم مثلا موندم تهران، شاید رفتم برای چی رفتم اینا. نه بابا نمیشه. تنهایی نرم. نه من بلد نیستم. اونطوری رو میگم بلد نیستم. خب حالا اینا فقط کاری کن که اصلا رو گاز نریزه. آره نریزه و خرابکاریات هم کم باشه. آفرین. بریم ببینیم که آقا بهرام در چه حالیه. شعله رو روشن کن. بعد بیام پیازا رو هم تو تابه سرخ کنیم. بعد بریزیم تو گابلمه. آشپز که دوتا شد آش شور می شود یا بی نمک. خب بریز. پیازم بریز. پیازو بریز. اینه برای پیازاره. آره خب یادت باشه دیگه اول باید پیازو سرخ کنی. خانم اینا رو بنویس بده دست من. هر موقع موندی برو از یوتیوب ویدیوها رو ببین. خاطره داری واسه آشپزی اینا تو اسارت یا نه؟ اونجا که فکر نمی کنم اسارت غذا داشتیم چارچوب آشپزی داشته باشیم. نه واقعا خودتون غذا درست میکردیم مثلا؟ آشپز داشت. آشپزشون ایرانی بود یا عراقی؟ ایرانی بود. خانم شما وقتی چی میرفتی تهران یه روز یه رفیقم گفت بابا رنده رو بیرون غذا نخور بیا یه جایی دست چیز بود قصابم بود
گفت بیا یه دست زجر بدم برو اینجوری تو خونه بپز. خدا شاهده اومدم خانم روشن کردم همه جا ریختم به هم. دود از آسمان بلند میشد. اومدم دیدم یه تابه و سوزونده قشنگ، یعنی هر چی داشتم انداختم رفتم باش دعوا شد. گفتم من میرفتم بیرون حاضری میخوردم میرفتم خونه. این چه کاری بود کرده؟ همه جا آشپزخونه رو زدم به هم. غذا نتونستم بخورم هیچ. ولی کتش دارم. ولی اینو بگم که نسبت به اون قبلا خیلی بهتر شدی یا حالا میتونی. آره واقعا حالا میتونه مثلا واسه خودش یه نیمرویی درست کنه. نیمرو چه با استادی. ماما نشد اینجا جلسم برو چرا خانوم نه بذار زربو گفته بودم یعنی چی؟ من گفته بودم برای من بپزم گفتم رو میکشیم خودم درست میکنم برو بجی بخواب. مگه من خواب بودم؟ من داشتم درس میخوندم. وای الان زرچوبه رو بهش بریز. الان نوبت زرچوبه هست. شب ببین چی میشه. دستش شما خورده یا میخوری به نه آقا شما همینجوری زرچوبه رو بیا. نه با اون نه خیلی سنده یه لحظه دوربینو میاره پایی. میخوام اندازه ها رو بگم از اینجا. آره دیده میشه. خب یه قاشق چای خوری زرچوبه است قشنگ یاد بگیر. آره دیگه همین. خب بعد اینو میخوام بعدم بریزم. تقریبا بستگی به این داره این فلفل که چقدر دوست داری. من نصف قاشق چایخوری هم فلفل خوب زیاد نه. زهرا واقعا گفته بودی که با از این قاشق‌های سیلیکونی استفاده کنی کف میکنه. واقعا همینطوره. الان روغن ما کف کرد. دیدی گفتم؟ چی؟ دیدی گفتم؟ از بلدی بیا اینجا بیا اینجا بلدی بیا ببینیم چیکارش می‌کنی. بیا جلو عزیزم. اول اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت همراهان مامان. امیدوارم که خیلی خوب باشی. والا بوی قرمه سبزی من از اتاق کشون بیرون. قرار بود که امروز من غذا بپزم ولی اومدم دیدم مامان همه کاراشو خودش کرده. مامان یه کمی بابا مامان یه کم پیشفاله عجله داره به اون خاطر. دیدم صدای بابام من اینجا هستم. آره دستتون درد نکنه. برای قرمه سبزی تبریز ربم میزنن. من یه کمی اندازه یه قاشق غذاخوری زهر رب بزنم بهش. خیلیه اون. این خیلیه. آره رنگشو نارنجی میکنه. یه ذره کم کن. یه ذره هم کم کن. یه ذره هم کم کن. خب این آره. خوبه این خوبه. خب پیازم صاف کردم. به دل نجی جا. نه بابا من میدونم شوخی میکنی. خب الان نوبت گوشتمونه که بهش اضافه کنم. بابا یه ذره باید برین عقب‌تر چون که تو دوربین نمیافتی. خب منم میام اون وسط. شماها رو دوست دارم. یه چیزی گفتم به دل نجی رو. مرسی عزیزم مرسی. اصلا به دل نجی. من خودم یه آشپز سر آشپزم. خب زهرا بی زحمت دوربین رو کم بیار جلو. خب این تو مرحله است که میخوام روغنش رو پس بدم. درش رو میذارم. بعد اینکه یک کم روغنش رو پس داد لوبیا و لیمو عمانی و زعفرانش رو میریزم. خیلی هم عالی. دست شما درد این نکنه. سوپم از دیشب مونده. به به چه یک شود. کمی گرم بشه ببرید شما بخوری. چشم مرسی. بدتشم. خب من لیمو ها رو ریختم. میخوام
کمی هم کره بهش اضافه کنم که خیلی خوشمزه میکنه. ببینم مواد داخل این چاشنی چی هست. جعفری، شنبلیله، سبزیجات معطر، پودر پیاز، لیمو عمانی و نشاسته ذرت، سیر، شکر، فلفل سیاه، سماق. چی شد؟ این بود چی من بپزم؟ شما بپزی؟ خب الان دیگه وقتشه که لوبیا رو بریزی. بعد لوبیا آب جوش بریزی. آره همشو بریز. فکر کنم دیگه قرمه سبزی رو به طور کامل یاد گرفتی. آره چی؟ قرمه سبزی رو یاد گرفتی. آره بابا همه چیز یاد می‌گیری. خب حالا آب جوش رو بریز. چی بریزیم؟ آب جوش اینهاش تو این کاسه است. آره خب آماده شدی. همه چیز رو آماده کردم که شما راحت باشین. بعد بگیم من کارو چی تموم کرد؟ که تموم کرد. خوبه خانم اندازه دست در نکنه. آره ببین. خوبه؟ چون همه چی پخته هست نمیخوام زیاد آب بهش بذارم. ببینید قشنگ بخوابید شب بلند شید. چرا شب؟ بلند شید اصحاب کهفیم مگه؟ ببینید چیکار کردن. خب حالا در گابلمه رو بذاری. قاشق رو بردار. آره دستت در نکنه. خب زهرا دستپخت بابات. به به الان چقدر قشنگ خوشبو. خب یکم بهش زعفران بریزم. دیگه مرحله آخرشه. با یک جای کمی همه خالی. شنبلیله خشک درشو بذارم تا واقعا دلم ضعف. قرمه سبزی تبریزی دوستایی که خواسته بودن. برنجمون در حال پختن. چای مامان که همیشه رو گازه. مامان خوشگلم من فدات بشم. بریم. خب آقا بهرام اینم از قرمه سبزیه. کی تموم کردینو؟ من ببین چی کار کردم. آفرین به چی درست شما کردم. واقعا. خدایا ببینید تو امشب منو روسیا نکن. فقط بده من ببین. روغنی که پس داده. ببین قرمه سبزی فقط از اونجا معلوم میشه که قرمه سبزی شده. یعنی خوبه روغنشو خانم خوب پس داده. شده؟ آره خوبه یعنی؟ عالیه. الان برم ظرفا رو بیارم بکشیم. منظور حرفی برای گفتن دارم شاید؟ نه هیچی. الان سر میز باید بگو داری. داری. آره 100% داری. خب سخلا روز اوله ببین بالاخره یه کاری میکنم یا آره 2 تا ظرف بکش. یکشون واسه خودمون یکشون برای محمد و زهرا. میخوای من بکشم؟ آره مال خود ما پروش کنیم. مال اونا میمونه. نه بابا مهمون سی مال خانم قدر خودتو بدون. نه دیگه نشد. چرا نشد؟ پدر مادر باید از خودشون از شکمش بزن. بزن. آره چرا؟ باید جانفشانی کنم واسه بچه‌اش. غذا امروز مردونه بود. خبر داشتی؟ بوی قرمه سبزی کلا پیچیده تو خونه. از آسانسور بو میاد. سالاد شیرازی هم داریم. آقا بپرس ببین چی هست. باید تست کنیم. من نخوردم. دستپخت بابا رو نخوردم. یه من نیم چی ساعت- قرمه سبزی؟ یه نیم ساعت دیگه صداش در میاد. خیلی هم عالی. دستت در یه نیم ساعت نکنه. دیگه صداش در میاد. چی درست کرده؟ خب حالا بریم ببینیم زهرا خانم چیکار میکنه. آقا بهرام که دستش درد نکنه. مرسی.
محمد کار امروز کار مردون است. بی زحمت دسرارم شما بکشین. من نریزم به هم برنامه رو. نه نمیریزی. دسرا کجا بذار هست؟ الان بیارم. پیاله ها پیش زهراست. غذا طعمشو که نمیتونین تو ویدیو تست کنیم، ولی کامنت بذارین. از رنگ و عطرش هم که نمیشه. من اینجا دارم عطرش هم حس میکنم، از اون بابت میگم. کامنت بذاریم ببینیم چقدر به غذای حالا میگن به اون حالت استانداردش نزدیکه یا نه. خانم شما هم خیلی زرنجی ها. چرا؟ با این کار همه ما رو به کار کشیده. مامان میخوای کار کنی بگو دیگه. چرا کار خیلی کنی. برای نه محمد گفت امروز کار ما کار مردم است. من گفتم که محمد هم دستش درد نکنه. ماشاءالله داشت میدونم بیشتر. مرسی. بهر بیا این تحقیقارم در بیار دستت در مامان نکنه. نتونستم بده من برای خب پس شما محمد از وقتی اینجا اومدیم ایران از کار نمیکنه تو خونه اینو راست میگه واقعا بخور بخواب. اصلا بخور بخواب. بعضا باید اینجوری به کار بگیریم که بعدنا به مشکل نه یادت نره. بیاریم من موندم. نمیدانم اطلاعی ندارم. ما کامل دورو. خب اینم از دسرای بعد شاممون. خنک بشه بذارم یخچال. ببین زهرا کتون خوبم نباشه بگو به به. والا رنگش که عالیه. آره گفتم دیگه عالیه. بجی اینجوری اونجوری نه. اگر بدم بود بگو خوبه. من جایم رو verem sana Azize. Buna birkaç bir vaga. Ben sabah bir önce ettim. Uşaklarda kaldı. Sen نمره دادن لازم نیست خانم 20 عالیه بابا. واقعا عالیه. به واقعا. خود زحمت نده 20 واقعا عالیه. زهرا که تهدیگ نمیخوره. قرمه سبزی با این لوبیا خوشمزه میشه یا با اون یکی با این نه یکی من با این دوست نه دارم. با این دوست دارم. من کلا با لوبیا من با اون یکی منم با اون یکی اون یکی از دوست داریم. اون یکی خوبه ولی قطعا نظرم این نیست که حتما با اون یکی. الان تست کنیم ببینیم کدوم بهتر. فکر کنم قرمه سبزی تبریزو با این واقعا. خوبه الله آروم آسان. بس برو کنار همیشه خودم آفرین. یه روزم قیمه بذارم یاد بگیر. قیمه کدومه همونی که لپه داره. نه اون من دوست واقعا ندارم خوشمزه اون دوست شده. ندارم ببین خیلی خوشمزه شده. جای همه تو خالی. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما بودین. لطفاً کانال ما حمایت کنید. با دوستاتون به اشتراک بذارید. خداحافظی نکنیم. من هنوز تو مرحله تحقیقم. آره شما هنوز نخوردی؟ من آروم آروم باید لذتش رو ببرم. خب شما انصافا نظرتون رو خوشمزه بگید. است. نه با واقعا تهدید با شروع لوبیا کردم. چش بلبلی عالی میشه قرمه سبزی. محمد هم تست کنه بعد خداحافظی کنید. یه دقیقه استرس ندید. انصافا باشیم. واقعا خوشمزه است. دستتون درد نکنه بابا. الله آرماس. ممنون. انصافا خیلی باش. بابا شرمنده نمی‌کنی مرسی از نگاه های زیباتون. خداحافظ. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.